راوی داستان سینوحه روایت زندگی خود را از کودکی آغاز میکنه. او فرزند واقعی زن و مردی نیست که اونو بزرگ کردن، بلکه توسط اونها به فرزندی پذیرفته شده. این زن و مرد که از طبقه فقیر جامعه مصر هستند، فرزندی نداشتند و سینوحه رو هدیه‌ای از سوی خدایان میدونستند. پدر خوندش طبیب فقرا بود و در محله فقیرنشین زندگی می‌کردند. اما به رغم فقر با محبت و احساس مسئولیت از او مراقبت کردند. سینوحه بعدها در میابه که نوزادی بوده در زنبیلی روی رود نیل رها شده. رسمی که گاه در میان فقرا یا بیگانگان رواج داشت. مادر خوندش او رو کنار رود نیل یافته و با دمیدن نفس در دهانش جان دوباره به او بخشیده. این حادثه از همون آغاز زندگی سینوحه رو با مفهوم تقدیر، خطر و بقا گره میزنه و مادرش باور داره که او کودکیه که برای عبور از مهلکه ها زاده شده. نام سینوحه بار معنایی سرنوشت ساز داره. طبق باور کاهنان مصری نام انسان نماینده سرنوشت اونه. سینوحه به این می‌اندیشه که آیا نامش سبب ورود او به خطرها و سفرها شده یا این حوادث ذاتی زندگی انسانه. او بعدها به سرزمین‌های بیگانه سفر می‌کنه و درگیر رازها و مخاطرات مرگبار میشه. اما در نهایت به این نتیجه میرسه که نام‌ها پیش از اون که سرنوشت ساز باشن وسیله تسکین انسان در برابر رنج‌ها هستند. دوران کودکی سینوحه در محله فقیرنشین کنار رود نیل میگذره. جایی پر از کلبه‌های گلی، میخونه‌ها، خونه‌های عیاشی و رفت و آمد ملاحان و مأموران. خونه اونها اگرچه ساده است اما نسبت به خونه‌های فقرا وضع بهتری داره. پدرش به سبب طبیب بودن در میان مردم احترام داره. زندگی روزمره، بوی نان تازه، ماهی سرخ شده، صدای رود نیل و گرمای شب‌های مصر خاطراتی ماندگار در ذهن کودکانه سینوحه می‌سازه. مادر سینوحه زنی مهربان و خیال پردازه که شبها برای او قصه میگه. قصه هایی از فرعونها، خدایان، دیوها و جادوگران. این داستانها ذهن سینوحه رو از واقعیت تلخ فقر جدا میکنه و اونو به دنیای دیگه میبره. پدرش اما مردی واقع گراست و گاه با این قصه ها مخالفت میکنه، زیرا نمیخواد کودک در رویا زندگی کنه. با این حال همین قصه ها تخیل و روح جستجوگر سینوحه رو شکل میدن. پدر سینوحه اونو از کودکی با طبابت آشنا میکنه. سینوحه در مطب پدر زخمها، بیماریها و رنج انسانها رو از نزدیک میبینه و یاد میگیره که پدرش چگونه بیماران رو به 3 دسته تقسیم میکنه. اونایی که درمان میشن، اونایی که باید صبر کنن و اونایی که امیدی به درمانشون نیست. این تجربه ها نخستین درس های زندگی و شناخت درد، مرگ و نابرابری رو به او میآموزه. در 7 سالگی سینوحه به معبد آمون برده میشه و برای نخستین بار شکوه معابد، مراسم قربانی و قدرت مذهب رو میبینه. پس از این مراسم پدر از او میخواد شغل آیندش رو انتخاب کنه. سینوحه که مجذوب شکوه سربازان، عرابه ها و افتخار جنگ شده آرزو میکنه سرباز بشه. زیرا تصور میکنه سربازی راهی آسان و پرشکوه برای رسیدن به قدرت و ثروته. پدر برای از بین بردن این تصور اون رو نزدیک سرباز پیر و معلولی میبره.
مردی که روزگاری قهرمان جنگ بوده اما اکنون فقیر، مست و بی‌پناهه. سرباز با تلخی از سرنوشت خودش میگه و نشون میده که افتخار جنگ چیزی جز فقر، زخم، گرسنگی و فراموشی نیست. این دیدار تأثیر عمیقی بر سینوحه میذاره و اون رو از رؤیای سرباز شدن منصرف میکنه. در پایان فصل سینوحه تصمیم میگیره راه دیگه ای رو انتخاب کنه و به مدرسه بره. این تصمیم آغاز مسیر دانایی و آگاهی اونه. مسیری که اون رو از سرنوشت تلخ بسیاری از مردم فقیر و جنگجویان بیسواد جدا میکنه. فصل اول با تأکید بر نقش کودکی، آموزش، فقر و تقدیر، بنیان شخصیتی سینوحه و نگاه انتقادی او به جامعه مصر باستان رو شکل میده.